روزی عید فطر برای درس میده. کدام درسه؟ کل مردم رمضان تکمیل کرده، کالای جدید پوشیده، در یک صحنه و میدان زن و مرد مسلمان جمع میشه، از هر گوشه و کنار و کوچه تکبیراست، الله اکبر الله اکبر، شان و شوکت مسلمان ها واضح میشه. دین روز یک که ما زبانه ما بند بود، اینطور بندگان الله هستیم. فرمان الله سری کل ما حاکم بود، لبا بسته، نه دروغ نه غیبت نه نمامت نه شیطانی نه خوردن نه نوشیدن، هیچ چیز نبود. امروز کل ما بزرگی الله را بیان کرده و مدر ایستیم، در یک صف استاد میشیم، پشت یک امام اقتدا میکنیم، طلب میکنیم از الله متعال رحمتش، و امروز میخوریم کلگی ما افطار کردیم. درس است. عیدا همونطور نیست که یک مردم تجمع بکنه پس دید شود. درس بر ما میده مسلمان ها چطور زندگی داشته باشه. تجمعشان سری کدام گپ است، باز که کدام طرف میروه، از یک راه آمده ای از راه دیگر رفته ای، کلگی به چهره بشاش. پیش از پیش که در عید آمده، خانه یتیم و بیوه و مسکین عالم و کمل از هر خانه توفه برده شده. خانه یتیم اینقدر کیک و کلچه وجود داره که در خانه سرمایه دارم هم قدر کیک و کلچه وجود نداره. یتیم احساس نمیتونه که پدرم زنده است یا وفات کرده. این درس برات میده. لیکن افسوس است صبحکی یتیم از کلکین میبینه بچه همسایه کالا را جور کرده، میبره پیسه در دستش، پتاقی را تقو تقو پڑکس کرده را ایسته. یتیم کالا نداره، جدید بپوشه. مادرش برای افطار چیزی نداره. این مردم باز داد میزنه خیرات میکنیم. صدقه فطر تا خورد کم یک چارک گندم. صدقه فطر تنها گندم نیست و بدبخت، پنیر است، خرماست، کشمش است، جو است. امیر در کدام سال کدام ایتان داده؟ خیرات دوست داره. رای کردی در مسکین با بیوه و یتیم رای کردی؟ نه. افغانستان دیگه مملکت ها نداره و ایران مانده صدقه فطر خود با کی بده. اما افغانستان بیچاره یک خانه بعد خانه یتیم است، یک خانه بعد خانه معیوب است، یک خانه بعد بیوه وجود داره، یک خانه بعد شوهر زندانی است، زنش بولانی فروخته است. تو مسلمان درک میکنی این واقعیت ها را؟ بیا پیام دینی تا بشنو، کتاب الله را بشنو که برای تو چه هدایت میده. نماز عید، طرف عید روان هستی، سر یتیم دستی تا کش کو، از جیب 100 روپیه به نام الله ده در جیب یتیم بده که یتیم احساس نکنه که کدام پدری ما بود. اما ما حسی یتیم گرفتیم، خانه یتیم گرفتیم، بیلدینگ جور کردیم، سرای موتر جور کردیم، غرفه بادیگاردار را دایش ماندیم. بالله قسم که 100 حج بکنی، 1000 حج بکنی، به این مال حرام پیش الله قبول نیست. رای نجات نداری و مسلمان، این را بدانی. تو یتیم و بیوه را میشناسی یا نه؟ آهی مظلومه خبر داری که در بین الله و او هیچ پرده وجود نداره، الله قبول میکنه. بیا مسلمانم نکو بازم باز بگرد، و برادر مسلمانم نکو خدمت یهود و نصارا را. برادرای جوان مسلمان را در زندانان روان نکنی، زنایش بی سرپرست نکنی، گداگر جور نکنیش، خوب درک بکنی. اگر مسلمانی واقعی استی، تو را به الله قسم این نکته ها را درک کرده نمیتونی. در روز قیامت به الله جواب میگی در مقابل چند دانه دلار. این دلارها ادامه نداره، روزی فرا میرسه که دلار نمیباشه قطعت میروی. بیا که کم احساس دین خدا بکنیم. این وطن وطن مجاهدین است. در این وطن انگلیسی لعین که خیلی زیرکترین کفار است 2 مرتبه زانو زده، 2
اما برادر مسلمان هم همراهی نکو با کفار، کمرش بسته نکو، بان که یام همینجا زانو بزنه، همیه بر قدرت غرب هم در اینجا زانو بزنه که دیگه دست در فرق سر فریاد کده بگریزه که در این وطن دیگه کامیاب نمیشم. نکو، اینی صحنه آمده نیست. دین خود ذریعه دنیا جور نکنی. دین خود روزای عیدتانه شما جواناسته تصمیم بگیری که روزای عیده اگر در یک خانه نمیریم انشالله در خانه بیوه و یتیم میریم. بعد در پا جمع کردن ما هیچ چیز نمیشه، انشالله میتونیم که یک سر بوره را در خانه شهید، در خانه مسکین، در خانه یتیم برده بتانیم و امور عید مبارکی بگوییم. بله کفار مردمانی هستند که این حقیقتها را درک نمیکنند و غرتهم الحیات الدنیا، فریب داده یارا زندگی دنیا، 4 روز کشوفش دنیا یارا فریب داده، فکر میکنه که دائمی است میمانه، ولی یک روز فکر نکرد در سرنوشت ظاهر شاه که لقبای بزرگ شاهنشاهی برش داده میشد، تاجا سرش مانده میشد، امروز کجاست؟ فالیوم ننساهم، الله میگه امروز معامله میکنه مسلم معامله کسایی که فراموش کرده باشه کسی را، کما نسو لقای یومی مثل که فراموش کردن روبرو شدن امور و زیر هازا کی روز است، نه آمادگی برش گرفت، نه خود بیدار ساخت که ما پیش الله خود روبرو شدنیستم، چی برام مناسب است، کدام کار برام مناسب است. و ما کانو به سبب ازی که بودن بی آیاتنا، دلایل توحید ما را، نشانه های قدرت ما را یشهدون است، مسلسل انکار میکردن، هیچ تحمل نمیکرد. قصور از جانب ما نیست. الله متعال میگه که این مردم ها که به این سرنوشتی خیلی سختی جهنم دوچار شدن اونجا میسوزن. الله میگه از طرف ما کوتاهی در حق از جان شده، اسباب و وسایل هدایت و تربیت برشان ما مکمل روان کرده بودیم. در ضمن این وسایل تربیتی کتاب سازنده، کتاب انقلابی، کتابی که پروگرام مکمل و جامع هدایت داشت برش روان کرده بودم، لیکن این مردم حتی اعتنا به این کتاب نکرد، هیچ نوع اعتنا به این کتاب نکرد، یک روز دکان خود قضا نکرد، در کتاب الله ننشست که یک آواز قرآن خو میشنیدن. ولقد جئناهم، یقینا ما آوردن کردیم برشان به کتاب، به این طور یک کتابی عظیم و شان، به کتابی بزرگ که توصیف کتاب به صفتا بیان کی شود، فصلناه که واضح بیان کرده بودیم در این کتاب تمام مسائلی که سبب نجات، سبب نکبختی، سبب خوشحالیش میشد، علی علم بدلیل، علی علم با که مشتمل برای تمام علوم بود، یا علی علم که با سند و دلیل بیان شده بود، هدن مکمل برنامه هدایت و راهنمایی بود، و رحمتا ذریعه رحمت بود. اگر عمل به این کتاب میکرد الله شامل رحمت دنیا هم میکرد آخرت هم. خب برای کدام قوم؟ الله برای کلگی روان کرده، لیکن فایده از پیشش لقوم یؤمنون، برای قومی که باور به این کتاب داشت، باور روان کرده بودم یا استفاده کرده. دادن امکانات علی السویه بود. مسلمان کافر کلگی امکانات داشت، کتاب به کلگی بود، پیغمبر تبلیغ و تقریر به کلگی کرده. در مصحنه که ابو بکر نشسته بود، عبدالله ابن ابی ابن سلول هم نشسته بود، ابو جهل ابو لهب هم نشسته بود. لیکن کتاب الله را به باد مسخرم گرفتن، این را اساطیر الاولین گفتن، قصه های سابقه است. الله رحم بکنه. این ملت امام سالا 60 سال زندگیش میگذره از مسلمان، از پیشش سوال بکو که تو را به الله قسم کدام روز زانو برای پیش عالم زده ای که یک مرتبه سوره فاتحه را لفظش تیر کنی برای امامت، مانایش بگذار. سوال مانا را از پیشت نمی کنم، همین لفظ فاتحه را تکرار کردیم که تو غلط نماز میخوانی یا درست میخوانی. 60 سال از زندگی عمرش تیر شده، شرم و عیب بدانه.
برای کورس انگلیسی واده نماز دخترکا پتلونک در جانش است. واده نمازی تاریکی که او در وقت مرد برآمده نمیتونه. دختر در کجا میره؟ در کورس انگلیسی روان است، میدوه. وقتی وزیر جور میشه، رئیس جور میشه، جناب محترم، دختر و بچه در سر استیج که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اینطوری گپا میزنه. مملکت اسلامی است، یا خود اسلام میگه. بله، الله متعال به این طایفه ها میگه که قصور و کوتاهی از ما نیست. ما اسباب هدایت و راهنمایی را مکمل روان کردیم، اما این مردم اعتنا نکرده، وقتی خود برش نداده، دلایل برش گفته شد، هنوز هم انتظار داشت. هل ینظرون، انتظار نمیکشه این مردم، الا تأویله، مگر آمدن عاقبت انکاری امیروز که یا انکار میکنه یا انتظار عاقبت انکاری خود داره که انجام انکار چیست. یوم یاتی، در روزی که میآید تأویله، عاقبت انکاری اینمی دعوت دین و کتاب الله. یقول الذین، میگه و کسانی که نسوه ترک کرده بود قرآن، مثل که فراموش کرده در تاق انداخته بود. تو گویی بریزی نامده، تو گویی قطعی گپ نداره، تو گویی کتاب نه حکم داره نه چیز، فقط برای بوسه کردن در روی مالیدن آمده. کمال تعظیم ما، عوامای ما داخل میشه بالا، در او رفی بالا میگیره به بسیار تعظیم. الله کتابی خدا به این خاطر روان نکرده. او بدبخت، از قرآن پیام بگی، قرآن بگوی کتاب الله تو برم آمده، چی پیام داری بگو برم، که قرآن برات بگوید که الحمدلله، کل صفتای کمال برای الله است. نه امریکا از تو دفاع میتونه، نه عزت داده میتونه، نه ترقی وطنی تاورده میتونه. چرا؟ به خاطر که رب العالمین تربیت کل مخلوقات الله میکنه، امریکا نمیکنه. بی اندازه مهربان، شفقت کی داره؟ الرحمن، الله داره، امریکا نداره، او دشمن است. نعمتای خصوصی را الله میده. الرحیم، هیچ چیز نداری. الله اینطور برکت پرته در کشت، زراعت، در زندگی. نترس. مالک یوم الدین، اختیاردار پاداش الله هست، امریکا نیست. نترس. قرآن را نخونده، کتاب الله را میخوان که چطور است، فراموش کرد کتاب الله را اونجا. یقول الذین، میگه کسانی که نسوه فراموش کرده، ترک کرده قرآن، من قبل و پیش ازی، قد جاءت رسول ربنا بالحق، بله پیغمبران پروردگار ما با دین واقعی آمده بود، نظام واقعی را بر ما بیان کرده بود. لیکن ما بدبخت شدیم، این فرصت از دست ما رفت. حالی تلاش میکنه که امو وقت در اون زمان خواهم گاهی یک دروازه را خود تق تق میکردیم، سجده هم میکردیم، سوغات هم میبردیم، اما کجا شد؟ اوجا خود میگفت که از دیوانی، اگر در ترجمه قرآن متوکل رفتی، از دیوانی خود خارج میکنم، از دفتری خود نامی تا کنسل میکنم. اما من نرفتم در ترجمه مولی متوکل، به این خاطر ترسی ازی که مرا از دفتر خودی جناب پیر صاحب خارج نکنه که جنت نصیب میشه. امو کجاست؟ امو را پیدا کنیم. چه میگه؟ فهل لنا من شفعاء، آیا برای ما کسی سفارشی است؟ فیشفع لنا، سفارش ما را بکنه. میشه؟ او نرد، یا بازگردانیده شیم در دنیا بریم، فنعمل، حالی چشم ما باز شده که عبادت چی را میگه، بندگی برای کی میشه. ما خوجه نمیفهمیدیم، فکر میکردیم که به الله به واسطه فلانی میرسیم، خودی ما مستقل دعا طلب نمیتونیم. قرآن کریم بر ما میگه بله اسباب هدایت الله برابر کرده، بسیار، کل امکانات در اختیار ما گذاشته. عقل، جوهری عقل داده، حواس داده، قرائن نصب کرده در بیرون. آسمان هم میبینیم به ستون استاد است، زمین هم میبینیم، درخت هم میبینیم، آب هم میبینیم، دریا هم میبینیم، انواع نعمت ها را میبینیم. وجودی خدا میبینیم، وجودی خدا در کجا جور شده، کی جور کرده شد؟ در رحم مادر این ماشینا و پرزه هایی که در وجودی توست، ایرا کی اوجا یکی با دیگه فیتنگ کرد، ترتیب و تنظیم کرد که تو انسان جور شدی. در تاریکی روشنی موشنی موجود نبود. تو هنوز هم الله ایتا نمیشناسی،
بندگی الله را ولی نمیتونی شناخته؟ نه، به یک اکتفا نشد. الله پیغمبری دلسوز شفقت کننده که حتی نمیخواه که ادنا تکلیف سری امتش بیایه، همونطور پیغمبرم روان کرد. نه شب نشست، نه روز، نه سفر، نه حضر، در هر حالت دین بر ما بیان کرد. کجا شده مو دین؟ بله، علما او را به شکل حدیث در کتابات جمع کرد، تمام تعلیمات پیغمبر صلی الله علیه وسلم. لیکن دسیسه های دشمن، استعماری غرب امی بود، شرق امی بود، کلشان دشمنای دین. این کتاب های حدیث فقط جمع شوه، در مدرسه خوانده شوه، خیر و خلاص. در مدرسه هم در خدمت مذهب خوانده شوه، ملا صاحب بگویه این حدیث خلاف مذهبی ماست، ما جواب داریم. چی جواب داریم؟ مولای پیغمبر علیه السلام که جلسه استراحت کرد، یک کمی گرنگ شده بود، زودی که در خیستن نمیتونه. دیگه حدیثه جواب داریم. پیغمبر که اول دستار امان باد از او زانو را، یک وقت پایش اوگار شده بود، از او خاطر نمیتونید که اول زانو را بباد. بله، پیغمبر علیه السلام در رکوع رفع الیدین کرد، از رکوع بالا شد، جواب داریم. منافقا آمده بود، بوتا را در بغل گرفته بود، یک روز پیغمبر همو به خاطر از وا رفع الیدین کرد که بوتا بیفته. جواب داریم. تعلیمات رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب در مقابلش پیدا شد. قرار منحصر در مدرسه است. 15 سال طالب العلم، صرف، نحوه، منطق. یک منطق 20 کتاب داره. به الله قسم آنقدر زیای وقت است که علما به الله چی جواب میگن. یک سال سبحانه ما اعظم شانو لا یحد ولا یتصور، بس منطق است. شما الحمدلله ندیدی، اول در کتاب الله نشسته، قلب صاف و پاک داره، عقیده توحید در قلبتان داخل شده، از قرآن، نوری قرآن در قلبتان داخل شده، ما در بدر شدیم. ما که هرچی میشیم این قلبا را نمیشه شوشته، تباه شدیم. چندین سالا را سبحانه و اعظم شانو از یک چیز میگه زیاد چیزا صادر نمیشه، یک چیز صادر میشه. الله میگه کلی دنیا را پیدا کرده نمیتونه، اول یک عقل فعال پیدا کرد. عقل فعال باز دو جهت داشت، عقل دوم پیدا کرد، فلک اول پیدا کرد. عجیب گپاست. عمره ضایع شد، عمره ملاها امیال شما باور به الله بکنی فارغ از مدرسه است، توحید الله قرآن نمیدانه. گیت شده او جا بیچاره ذهنش. 20 سال تیر کرده، 20 سال در برداری ها آمده، کتاب الله موجود نبود. خوشبخترین مردم هستیم به شرطی که ما این نعمت الله را شکر گزاری کنیم. خبرداری در این عصر پرفتن الله بر ما درس قرآن نصیب کرده، در کتاب الله نشستیم. اگر شکر این نعمت الله را ادا نکردیم، یقینا که نعمت الله را شکر گزاری نکردیم. شکر نعمتی الله کدام است؟ خبرداری خدمت به کتاب الله، دعوت به سوی کتابی که عقیده یکتاپرستی الله را به مردم رساندن، این شکر گزاریش است. شکر الله را بکشی. مردم ها تباه شده. بله، الله انتظامی ما را کرده که ما رای درست پیدا بکنیم. چرا؟ ولقد جئناهم، یقینا ما آوردن کرده بودیم به این مردم، به کتاب، به یک کتاب عظیم و شان، کتاب انسانساز، کتابی که یک دم انقلاب میاره. کدام کتاب؟ کتابی که دین روز دزده عالم و بدل به این میسازه که اولین شهید و سپاسالاری باشه. دین روز او آدمی که با دیرنشین خانه بدوش بود، در دشتا و بیابانای صحرانشینی عربستان فقط شطور چرانی میکرد. امروز غمی رساندن کلمه طیبه، غمی رساندن عقیده توحید اند مملکت افغانستان داره که باید این جنب رسانه. اونمو کتاب، این کتاب برش روان کردیم، فصلنا واضح بیان کردیم تمام مسائل سعادتمند برای انسان، راهایی که سبب کامیابیش میشه. بی سند و بی دلیل هم بیان نکردیم، امور خیالی خواره به مردم نگفتیم، علا علم با سند و دلیل به مردم گفتیم. چقدر سندا جور میشه. الحمدلله کل صفتای کمال برای الله. دلیل داری؟ به خاطر که رب العالمین تربیت کلی مخلوقات کی کرده؟ کسی دیگری کرده؟ دلیل گفت. الله همونطور موضوع را بیان نکرد. چرا عبادت حق الله است؟
به خاطر که صفت کمال بده دیگه کس وجود مکمل بیان کرده. هودن ای کتاب عادی کتاب نیست، هودن پروگرام مکمل هدایت است، برنامه مکمل هدایت است. کسی که در صدد راه یابیسته فقط با قرآن بشینه، با قرآن بخیزه، با قرآن گفتگو کنه، با قرآن سخن بگویه، زندگی خود مطابق دستورات قرآن برابر کنه، باز بگویه که چرا در جهنم میره؟ میره در جهنم؟ قطعا نمیره. و رحمتا کتابی را روان کردیم که سر را سر رحمت است. هر کس تعلق به این کتاب بگیره، خصوصا عمل به کتاب بکنه، یک دم رحمت است، در دنیا هم رحمت، در آخرت هم رحمت. هر کس از این فایده بالا کده نمیتونه. لقوم یؤمنون، برای قومی که باور داره. کسی که باور نداره نظام دین اسلام چی فکر میکنه؟ چی میگه؟ این ارتجاع است، این عقب نشینی است، این کونه فکری است. اگر اینطور گپ برش میزنه و هم فایده از قرآن برداشته میتونه. شما مردم که صبحکی طرف ترجمه قرآن میایه، دکاندار دریور میگه چقدر مردمی بیکار است، میگه یا چقدر مردمی بیکار است، کاری خود اله کرده میره در ترجمه قرآن. هل ینظرون، یا انتظار نداره، الا تاویله، مگر عاقبت انکارشان از این طور کتاب، از این طور دعوت، که عاقبت انکارشان برشان برسه. یک مانا هل ینظرون، یا انتظار نداره، هل به مانای ماست، ما ینظرون انتظار ندارن، یا الا تاویله، مگر واضح شدنی مطلب و مضمونی که قرآن بیان کرده. قرآن کدام مضمون بیان کرده؟ هر کسی کتاب الله را نپذیره خامخواه عذاب الله دامنگیریش است. این مردم دیگه انتظار نداره، انتظار از این را داره که همون مضمونی که قرآن بیان کرده او تحقق پیدا کنه، عملی شوه. یوم یاتی تاویله، در روزی که میآید ظاهر شدن مضمون قرآن کریم که بیان کرده که آمدن عذاب است، یک مانا. یا عاقبت و انجام انکار کردنشان از دعوت پیغمبر او روز برسه، چی میشه؟ یقول الذین، میگه کسانانی که نسو قرآن فراموش کرده، انداخته همونطور مثل که فراموش شده باشه، من قبل و پیش از این هیچ دقیقش نبود. قد جاءت رسول ربنا، یقینا پیغمبران پروردگار ما با ما آمده بود. ما اینطور نباشه که بر ما دعوت تبلیغ نرسیده، بله رسیده بالحق، با تمام واقعیتایش کلش رسیده. خب لیکن چاره چیست؟ در بدر خاک بسر شدیم. فهل لنا، آیا است برای ما من شفعاء، کسی که سفارش ما را بکنه، فیشفعوا لنا، سفارش بکنه برای ما، او نرد، یا بازگردانیده شویم در دنیا، فنعمل، عمل بکنیم، غیر الذی، مغایری ام عمل کنا نعمل، که سابق انجام میدادیم. حالی بیایم موحد شویم، در قرآن بشینیم، خود مستغنی ندانیم، بے پروان ندانیم، دفاع از کتاب الله بکنیم، معنا و مقصدش بدانیم. نه، به این خاطر ما پس در دنیا برویم. قد خسروا انفسهم، توسط انکارشان از دعوت دین تاوانی کی را کرده؟ در نظام الله چیزی را نقصان کرده؟ حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، اگر کل مخلوقه جمع شوه، متحد شوه بالای متقی ترین قلب انسان، چی مانا؟ کل انسان ها آنقدر یکی شوه، متقی شوه، مثل که یک نفر قلبش است. در ملک الله اینمی قدر اضافه کرده نمیتون. اگر کل مخلوق دنیا جمع شوه، قلبایشان به مثل قلب یک آدم بدبختی فاجر شوه، یعنی قلبای مردم مثل یک آدم فاجری بدبخت مکمل همینطور پخته فاجر و بدبخت شوه، هیچ نوع نقصان، اینی قدر نقصان در ملک الله وارد کرده میتونه. پس انسان است که خود یا تباه میکنه یا نجات میده. عمری تو سرمایه خیلی قوی و قیمتی است، میفهمی؟ علمت، مالت، جوانیت، کلش سرمایه های کیست؟ الله متعال.